سلام علیکم. البته سلام علیکم که حرف نیست، درود. حالا به هر حال ما عادت کردیم اومدیم پتل استارت کردیم قسمت بلک اوت و اینجا از قابلیت کالاف استفاده کردیم که خودش ریکورد میکنه و من الان دارم از ریکورد میکنم. من فهمیدیم نه الان ولش میکنم. حالا اینو ولش کنم. پیام اومد اصلا بس. این بازی خیلی بازی جذابی بود. حالا وقتی که استارت شد میفهمیم. دارم یه کات میزنم تا نمیشه. خب دوستان عزیز، این از قبل از این که اصلا برسه داره به اون نشون میده، یعنی از اینجاهای ما داره میاد، یعنی از اینجا داره مستقیم میده. و شما که کدام چیزی نمید اومد. الان من کسایی که دارم میپرن از هواپیما کامل میتونم ببینم. این مثلا اینو بزنم خودم میتونم حرکت کنم، مثلا برم دنبال هر کی که دلم میخواد. خب ولی من میذارم روی خودم بمونم. اینجا بذار اسما رو بپوشونم. الان بهتر میشه. من از این قابلیت استفاده میکنم. خب منم دارم لوت میکنم. اینجا دارم خورده عوض بدل کردم. اینجا اومد منو بزنه، من گان دستمه آخوسه. منو زد با توجه به قابلیت این کلاس که برداشتم گوشه سمت راست پایین خودم بلند کردم، رفتم آرمور زدم که آرمور رو که میبینیم ندارم، هیچی نداشتم. رفتم یه آرمور زدم و آماده فایت بعدی شدم. میبینیم که 2 نفر اینجا هستن به جز من، که اگه بخوام بهتون نشون بدم این یکیشون. خب این یکیشونه که من اونجا و من اینجا که از اون ورداشت میومد. من یه صدا پا گرفته بودم اینجا. یکی اومد اینجا همین راحتی زدمش چون بات بود و کشته شد. اینجا هنوز من یه صدا پا داشتم، اومده بودم این تو یه صدا پا داشتم. رفتم بیرون، اینجا رو یه نگاه انداختم، اینجا یه تیر برداشتم ببینیم که برای چی میشه. یه دونه صدا پا از این برداشتم، یه دونه صدا پا از این بر که دیدم یکی داره من میزنه و برگشتم از بالا سخته کلاسش هم که مشخص شد. اینو کاشتم تا خواستم بزنمش در رفت. تا خواستم بزنم در رفت. بعد رفته و پشت این کاور گرفته بود و من ندیدمش. رفتم اینجا دیدم یهو از اینجا ظاهر شده. خلاصه من رفتم اینجا یه خورده آرمور پر کردم، ریلود کردم و اونجا یکی رو دیدم و اینجا دوباره رفته و پشت کاور گرفته بود و من کلاسم تموم شد و به همین راحتی با یه هیپفایر خیلی تمیز کشتمش. باز هم من صدای پا داشتم نداشتم کسی نمید. نه نشستم لوت کردم باز خودم دیدم لوت ها رو میتونیم ببینیم. خیلی باحاله این قابلیتش، خیلی دوست دارم این قابلیت رو. گفتم که بریم بیرون. بعد دیدم چاپر داره میاد، گفتم بزنم کلاس رو بکنم که بزنمش، ولی متاسفانه فرار کرد، رفت کلا رفت. که من دیگه نفتم میخورده کشه. یه کامل میبینم من درجا چیزم کاشتم و کاملش رو ترکوندم. این اومد اینجا خواست که کابل بگیره، اومده تیر زد ولی به این نخورد. منم هرچی تیر زدم بهش نخورد، بهش اصابت نکرد. از اینجا اومد، من اینجا داشتم با یه باته فاش میدادم که این اومد زدش کسکش.
خلاصه من اومدم این بر دیدم خط منو داره دیدم بالا سقف خط منو داره. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم. همینجا نشسته بودم اون رفت بالا سقف دیدمش که رفت بالا سقف ولی خب نتونستم بزنمش. همین بالا سقف مونده بود. من یه دونه آرمور پر کردم از این در خارج شدم دیدم کسی نیست. همون بالا وایستاده. خواستم بیام بالا برم دیدم اصلا لبه نداره. اصلا لبه ای نداره که من بخوام همچین کار کنم. این اومد چیکار کرد؟ این اومد از این پنجره ها یه دید داد. بعد خسته شدم میگه خدایی رفتم پایین. گفتم دلم ببرم به دریا. آقا من زدم دیفندر کاشته بود نیدم چیزی. همینطوری هم داشت تیر میزد. آخرم زد منو. ولی با پول کارشو ساختم و خودم رو بلند کردم. به همین راحتی و سادگی این کلاس میگم دوستان خیلی به درد میخوره. حالا اینجا لازم نشد من نتونستم فوری بکارم چون کلاسم پر نبود. ولی دیفندر رو از بین میبره. دیفندر رو میترکونه یه جورایی. مسلسل میره در حال. دیفندر درست دوون نمیاره. اینجا هم اسلحه ها رو منو مشاهده میکنه. در یه کیفم باز کنم باشه مشاهده. خلاصه ما اینجا یه خورده لوت کردیم و اینا. یه کارخواست نبودم که اصلا نیدمش تو بازی. اینجا یکی رو دیدم باک بود. البته من اونو نیدم. من اینو دیدم اینو نیدم. آجی من اینو نیدم تو بازی. الان دارم میبینم 3 نفر و 2 نفر. نه با خودم میشه 3 نفر. من خودم اینو با خودم ساکنه میشه 3 نفر. این اومد اینجا خواست اینو بزنم داخلم زدش. خب ولی من از اینجا اومدم یه دمیز ریزی بهش دادم. این کلاسش بود. این که کلاسش بود بکنم این خودشه. دیدم اینم خودش نیست. این داشت چه گوهی میخورد. اینجا من 2 نفر یکیشون رو زدم. همونی که اومده بود از این دره اومد بیرون. اومد اینجا من زدمش. فکر کردم بازم هست ولی چیزی نبود. یه کات میدیم تا اینجا داشتم رانندگی میکردم. برم سمت دراب یه چرت و پرتایی کشیدم. خلاصه مورد پلک برداشتم بیشتر و هیچ بریم و برای بازی میشم. خب اینجا من یه چاپر میبینم. فوری کلاس میکنم کیل میزنم سمت چاپر و یه دونه کیل راحت به همین تمیزی میگیرم. تا ماشین رو پیاده شدم چاپر دیدم چون داشت میومد بالا سر دراب. فوری کارشو تموم کردم و ساختم. خب اینجا من رفتم دراب یه دونه افس کشیدم. این اومده بود اینجا تو این خونه کمپ کرده بود. یه تیر ول دادم نخورد. تیر دوم ول دادم خورد. تیرای میسو انگار نشون نمیده. صدای تیرای میس نمیاد. باید تیرایی که میخوره رو انگار نشون میده. نمیاد این یه نفر بزنیم دیگه تمام. 16 تا کیل دارم من. خدایی بوازم دیگه خیلی زور داره. نمیدونم چی میشه در ادامه. ممکنه ببرم ممکنه ببازم. چی مشخص نیست. یعنی زندگی خب هیچی مشخص نمیکنه. اما نگاه اون وسطه داره. اون وسطه روبرون بود. خب نیدمش. این من بخوام ایشون رو نشون بدم این کسملقا. نگاه سطح بازی رو ببینین. سطح با خدای من از این ببازم و به عالم و آدم فوش ننه میدم. به عالم و آدم
چه پشتی داره. به عالم و آدم فوش ننه میدم. بریم خودم رو ببینیم. Chip terminal is almost ready. اینجا یه خورده خوابیدم رو زمین. حسن سرم خوش شدم. مثلا پسری که بخوابه رو زمین چیه. The safe zone is collapsing. اون هنوز همون جایه. بذار نشون بدم. این هنوز همین جایه. یعنی هیچ کاری نمیکنه عملا. منم دید دارم میام واسه همین کاورش رو یه خورده بهتر کرد. من نگاه از این زاویه بخوام نگاه کنم. منم اینجا داشتم راه میرفتم. اینجا دیدمش. اینجا یه لحظه دیدمش. Shield turret deployed. سریع چیزو کاشتم. دیدم بیرون نمیاد. تیرم با سنگ رد نمیشه. نیدم نداشتم. نیدم تموم شده بود. نداشتم نید انداخت. اینجا یه خورده دمیج داد بهم. رفتم از این ور کلس زد کستنه. از این ور کلس زد منو. حالا از اینجا به بعد من فشار خوردم و نتونستم ویدیو رو ادامه بدم. ولی شما لایک و ساب یادتون نره. منو حمایت کنید. تا اینجا دیدید ویدیو رو. مرسی و تشکر.